با ما بارها گفتند که به شما زود مقام پناهندگی دادند. شما کار میکنید. خدا را شکر گوید. ما شکر میکنیم، اما چرا این را به ما میگوید؟ ما هم مثل شما به اینجا به حیث پناهجو آمدیم. عمر قاسم مالک الدمشقی معروفترین رستوران در کوچه سونن علی در برلین است که آن را کوچه عرب ها می نامند. رستوران رمزی محبت و هم ناباوری بین جامعه عرب هاست که 10 سالها اینجا زندگی کردند و رمزی پیشرفت برای پناهجویان سوریه به مثل قصاب سابق عمر که از دمشق آمده است. آنهایی که از قبل آمدند به این نظرند که حکومت آلمان به پناهجویان سوریه مناسبتی خاص و بهتر دارد. پیش از آن که اینجا کوچه عرب ها نام بگیرد، بیروت خرد عنوان داشت. کوچه آرام با مغازه های لبنانی و فلسطینی بود. آنها طوری رفتار میکنند که گویا آنها بومی باشند و ما پناهجو. البته نه همه آنها. حاجی با ما مثل پسرانش رفتار میکند. حاجی منصور اعظم رزمنده سابق فلسطینی است که سالهای 90 به آلمان آمده است. حالا یک آشتیگری بین دو طرف است. وقتی عمر سال 2016 رستوران باز کرد، گروه‌های جنایی عربی برای حمایت از او پول خواستند. حاجی منصور به میان درآمد، برایش جای نو یافت و شریکش شد. به سبب جنگ جدی در سوریه به مردم آن مناسبت دیگر است. به بعضی‌ها در 3 سال مقام پناهجو دادند، به دیگران کمک‌های بشری. این یک چیزی معمولی است. مناسبت با فلسطینیان و لبنانی‌ها دیگر است. بعضی‌ها بعد 8، 9، 10 سال مقام پناهجو گرفتند. ولی برای این نباید به پناهجویان نوآمده رشک کنند. حالا حاجی منصور کمیته مالکان مغازه ها را تأسیس داده است تا از این راه در حل بحث ها و به هم آوردن پناهجویان مساعدت کند.